خیلی خوب. این احتمالا اولین ویدیو یوتیوبه و امروز میخوایم وینستون لایت بکشیم. اینجایی که میبینین درشو باز کردم، وینستون آبی من بهش میگم و هیچ وقت بهش نمیگم وینستون لایت، در صورتی که میدونم اکثرا بهش میگم وینستون لایت. کلا سیگاریه که توی سیگار ایرانی کیری گرونه و من کملو ترجیح میدم، مگنا، کمل، اینا همشون سیگارای سنگینی هستن ولی خب اونقدر هم گرون نیستن، حدود 35-40 تومنن. و سیگار وینستون لایت مرداد 1404 که ما الان هستیم توش حدود 60-65 هزار تومنه و کلا سیگاریه که سیگار روزمره است دیگه، یعنی روزمره منه و خیلی سیگار معروفی هم هست، احتمالاً همتون کشیدین. من یه دونه از قبل روشن کردم، درش هم باز کردم. یه داستان با مزه براتون تعریف کنم. من اولین بار که سیگار کشیدم از اسنپ خریدم و همین وینستون لایت که نه اولترا لایت خریدم، یعنی وینستون نقره‌ای خریدم. و داستان با مزه‌اش اینه که اسنپ بعد مثلا برای خرید دخانیات باید کد ملی بزنی، بعد کد ملی با شمارت یکسان باشه، یعنی مثلا زیر 18 سال باشی و سیم کارت بر خود نداشته باشی، احتمالاً مثلا کد ملیت چیز باشه، زیر 18 سال باشه، احتمالاً نمیدن بهت. حالا من چیکار کردم؟ اومدم کد ملی بابامو زدم و با کد ملی بابام خریدم و وقتی الان بهش فکر میکنم میگم خب چرا نرفتی از سوپرمارکت بخری؟ تو اون لحظه خیلی خجالت میکشیدم راستش، اون که میگم خلاف بزرگی میکنم. فکر کنم 2-3 سال پیش بود، یعنی مثلا 15 سالم. که بطری آب هم اونجا بود، گرم شده ولی خب آب دیگه خیلی گرمه. حالم هم زد. خب این تموم شد. من یه چیزم دارم اینجا، یه جا سیگاریه و اینه که تو کافه میذارن، خیلی هم ارزون بود، یعنی خود فکر کنم میتونی درستش کنی با اوتی نوشابه و اینا، ولی خب من خریدم دیگه. میریم یه نخ دیگه روشن کنیم. من همیشه وقتی یه جا باد نباشه سعی میکنم سیگار رو اول روشنش کنم و بعد پک بگیرم، چون که وقتی آتیش جلوی سیگار باشه و پک بگیری یه حالت دود خشنی داره و دود خیلی داغی داره و سوخته، مثلا همین اول اینو روشنش میکنیم و بعد پک میگیریم. البته این فقط توی حالتایی که باد نباشه اوکی، یعنی مثلا تو پارکی، توی بالکنی مثلا من آره دیگه. از این آبه بخورم. سیگار سنگینیه نسبتاً، البته سیگار سنگین مثلا وینستون قرمز داریم، اونو البته احتمالاً میکشم توی پستای بعد، احتمالاً سناریوی چیزی هم براش میچینم، نمیدونم دقیقاً.
همونطور که میبینین الان میکروفون ندارم و صدامو از میکروفون گوشی میشنوین. بخاطر همین اگه یکم کیفیتش بده یه معذرت میخوام. بذارین یه عکسم بگیرم برای تاملین ویدیو درش رو بندم. خب اینم تموم شد. مراقب خودتون باشید، مواد بزنین، الکل بخورین و دستتون رو بکنین تو پریز برق. هر کاری دلتون میخواد بکنین. در کل که مراقب خودتون باشید.